او فقط یک سردرد ساده داشت. اما 3 ساعت بعد زندگیش تغییر کرد. آن شب شیفت عاجل آرام بود. نور راهرو کم بود. صدای قدم‌ها در دهلیز می‌پیچید. همه چیز عادی به نظر می‌رسید. تا اینکه یک مرد 38 ساله وارد شد. آرام صحبت می‌کرد. فشار خونش تقریباً نرمال بود. نبضش کمی تند. اما نگران کننده نه. روی چوکی نشست و فقط یک جمله گفت. دکتر صاحب، بدترین سردرد عمرم را دارم. در عاجل ما به بعضی جمله ها حساس هستیم. و این جمله یکی از همان هاست. از او پرسیدم. از کی شروع شد؟ گفت ناگهانی. در عرض چند ثانیه. گفتم یعنی آهسته آهسته زیاد نشد. گفت نه. یک دفعه مثل انفجار آمد. همراهش خندید و گفت دکتر صاحب دیروز زیاد کار کرده. شاید میگرم باشد. خود مریض هم گفت فکر نمی کنم چیز مهمی باشد. اما یک چیز در چهره‌اش عادی نبود. چشمهایش کمی حساس به نور شده بود. گردنش را آهسته حرکت میداد. و با اینکه حرف میزد در چهره‌اش اضطراب پنهان بود. در طب یک قانون مهم داریم. اگر مریض بگوید بدترین سردرد عمرم، ما هرگز شوخی نمیگیریم. چرا؟ چون سردردی که ناگهانی و انفجاری شروع شود میتواند علامت خونریزی مغزی باشد. ما فوراً تصمیم گرفتیم CT اسکن انجام شود. چند دقیقه‌ای که منتظر نتیجه بودیم. او آرامتر شد. حتی گفت ببینید دکتر صاحب بهتر شدم. همراهش گفت دیدی گفتم چیز مهمی نیست. اما نتیجه چیز دیگری گفت. در CT یک خونریزی خفیف مغزی دیده شد. کوچک بود. اما واقعی. اگر 2 یا 3 ساعت دیگر دیر می رسید. این خونریزی می توانست بزرگتر شود. می توانست باعث فلج یک طرف بدن شود. می توانست باعث از دست رفتن هوشیاری شود. حتی می توانست جانش را بگیرد. آن شب اقدام به موقع زندگی یک انسان را نجات داد. بیشتر مریض‌هایی که وضعیتشان ناگهان خراب می شود قبلش یک هشدار کوچک داشتند. اما فکر کردند خستگی است. فکر کردند میگرن است. فکر کردند خودش خوب می شود. اجازه بده 3 نکته مهم را همینجا بگویم. نکته اول، اگر سردردی داشتی که ناگهانی و در چند ثانیه به شدیدترین حد رسید، جدی بگیر. نکته دوم، اگر همراه سردرد، گردن درد، حساسیت به نور، تهوع شدید یا گیجی داشتی، مراجعه کن. نکته سوم، اگر حس می‌کنی این درد فرق دارد با دردهای قبلیات، به حس خودت اعتماد کن. جالب است بدانید بیش از نیمی از مریض‌های خونریزی مغزی چند ساعت قبلش یک هشدار داشتند، اما آن را ساده گرفتند. در عاجل ما بارها این جمله را شنیده ایم. فکر نمی کردم چیز مهمی باشد. اما بدن ما قبل از خطر همیشه هشدار می دهد. مشکل این نیست که بدن هشدار نمی دهد. مشکل این است که ما گوش نمی کنیم. من این را از کتاب نمی گویم. سالها در عاجل و مراقبت‌های ویژه دیدم که گاهی یک تصمیم ساده، مراجعه به موقع، می تواند آینده یک خانواده را نجات دهد. در ویدیوی بعدی دقیق برایتان می گویم. اگر کسی کنار شما ناگهانی دچار سردرد شدید، بیحالی یا بیهوشی شد، در 5 دقیقه اول چه کار کنید تا قبل از رسیدن به شفاخانه جانش نجات پیدا کند. اگر سلامت خودت و خانواده‌ات برایت مهم است، این ویدیو را با آنها شریک کن و چنل را دنبال کن تا معلومات حیاتی بعدی را از دست ندهی. شاید یک روز همین معلومات زندگی کسی را نجات دهد.